درود فراوان هموطنان عزیز، همیهنان در سر تا سر ایران. هموطنان، همونطوری که خدمتتون گفته بودم امروز اومدیم از بیرون در اسلو داریم فیلم میگیریم، به خاطر اینکه امروز روز شنبه هایی هستش که معمولا در اسلو برنامه هست و این رو هم خدمتتون عرض کنم که اولا این برنامه شماره 28 ایران رو پس میگیریم هست. من آرش مهدوی هستم از نروژ و همینجا هم تشکر میکنم از مهدی میرقادری عزیز که این برنامه تلویزیون 24 ساعته رو به وجود آوردن که ما بتونیم بیایم خونه شما. و هموطنان عزیز، الان میریم با هم ببینید ایرانیانی که هنوز بعد از 18-19 هفته در خیابان هستن و الان میخوایم از جلوی ایستگاه قطار بریم تا دم مجلس، یه مقدار برنامه رو براتون میگیریم و بعدش از دوستان من مصاحبه میکنم و میخوام که بیشتر شما برنامه رو داشته باشیم. با هم دیگه میریم سراغ حرکت که داره انجام میشه و از داریوش عزیزم تشکر میکنم که این برنامه رو برای شما فیلم میگیرن. در حال ببینید هنوز هموطنان هستن. الان میبینید در قسمت اول میریم یه مقدار داریوشان بریم جلوی صف رو شروع کنیم و بیایم پایین. همینطور که میبینید در قسمت جلو گروه موزیک هستن و بعدش قسمت مال Final battle, final call. Final battle, final call. Regime out, people in. Regime out, people in. Change in Iran. Change in Iran. Regime change in Iran. Regime change in Iran. این قسمت پروفرمنس که میبینید از نروژ شروع شد و عزیزان با شیشه هایی که دستشون دارن میزنن و صدای خیلی عالی به وجود میاد. Stop internet shutdown! Stop internet shutdown! Stop internet shutdown! Stop execution! Stop execution! Save the nation! بله، همینطوری هم که میبینید هموطنان عزیزان دارن یواش یواش جمع میشن که شروع کنن به حرکت و میخوان برن به طرف، همونطوری گفتیم، طرف مجلس. و همونطور هم که میبینید هموطنانتون هنوز هستن در نروژ، در سوئد، در دانمارک، در تمام کشورهای اروپایی و صدای شما هستن. باز هم قسمت‌های دیگری میبینیم و با هم حرکت میکنیم به سمت پارلمان. من زیاد صحبت نمی کنم که شما از به هر حال حرکت هایی که انجام میشه بیشتر در ارتباط باشید. Stop execution! Save a nation! Stop execution! Save a nation! Pahlavi will bring the light! Pahlavi will bring the light! Final fight! 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 Voice of liberty! King! Voice of liberty! خب دوستان عزیز الان میخوان حرکت کنن و ما باشون میریم جلوی که قشنگ بگیریم. ما میریم اون برای خیابون که از اونجا بگیریم و منتظر باشیم که بیان. Freedom for Iran! Who will lead? معمولا روزهای شنبه در اسلو خیلی شلوغه و برای همینم وقتی وارد این خیابان بشیم خیلی بهتره و میبینید که همه دارن نگاه میکنن.
Who will lead? Eid Reza Pahlavi. Who will lead? Eid Reza Pahlavi. A roadmap we respect. A roadmap we respect. Prosperity project. Prosperity project. Prosperity project. Prosperity project. Iran yes, mullahs no. They are terrorists, they must go. یکی از عزیزان رو می‌بینیم که با تاج محمد رضا پهلوی به خاطر 100مین سال اومدن، کاریه که خودشون انجام دادن و خیلی هم زیبا درست کردن. می‌بینید بسیار عالی و به هر حال این نظمی که برنامه داره خیلی بهتر هم انجام میشه. حالا یواش یواش دوستان دارن آماده میشن برای حرکت. Our leader, our choice. Pahlavi is our voice. Our leader, our choice. Pahlavi is our voice. Final battle, final call. Pahlavi is leading on. Final battle, final call. Pahlavi is leading on. Regime out, people in. Iran knows who will win. Regime out, people in. Iran knows who will win. Change, change in Iran. Regime change in Iran. Change, change in Iran. Regime change in Iran. Turn it on, turn it on. Turn Iran, turn Iran. Stop internet shutdown. اینجا در رابطه با توقف اینترنت صحبت میکنن که میگن اینترنت باید باز بشه به انگلیسی و این برای اینکه همه متوجه بشن. الان یواش یواش گروه حرکت میکنه و میبینید که مردم هم در دور و بر دارن نگاه میکنن چون خیلی شلوغه امروز. میگن ملت ما رو نجات بدید، اعدام رو متوقف کنید. یک کشور، یک ملت رو نجات بدید. سفارت‌های جمهوری اسلامی رو ببندید. Okay, I got some feedback. چند تا کامنت خب اینجا باز من خدمتتون بگم که دوستان عزیز، همونطور که میبینید عزیزانتون بعد از 18-19 هفته باز اومدن و الان بعد باشون هم صحبت میکنیم. همه اراده ها بالا و هر حال میگن که ما اینقدر ادامه میدیم تا ایران آزاد بشه. البته همه خیلی نگران شاهزاده رضا پهلوی شدن با برنامه‌ای که در برلین پیش اومد، ولی اونم حالا من در برنامه فردا میگم. قرار شده که اولا کل نیروهای انتظامی ایشون عوض بشن و یه مقدار تغییراتی پیش بیاد. بازم نگاه میکنیم، پس با عزیزان میریم که شما قشنگ در جریان تظاهرات قرار بگیرید. میگن آخرین مبارزه است و پهلوی نور رو برمیگرد. این همون بر طبق شعار این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده است. میگن ایران بله ولی ملا نه. ملا میگن تروریسته و اونا باید برن. ایران yes, mullahs no. They are terrorists, they must go. شعارها هم معمولا انگلیسی میدن که همه متوجه بشن. But
the chants that we are replying with the King Reza Pahlavi. Whenever اینجا I همه say the باید first جواب بدن sentence, you reply with the کینگ King رضا Reza پهلوی. Pahlavi. تمام شعارهایی که جوابشون با کینگ رضا پهلوی هست، آنچه که نظر امروز البته یه مقدار بادم کینگ میاد رضا دوستان پهلوی که برای جواب پرچم ها میدید. خیلی پس ما خوبه، دو ولی یه دسته از مقدار شعارها سرد داریم. کرده، شعارهایی تقریبا که دقیقاً 10 درجه آنچه بالای که صفر. لیدرها میگن شما ریپلای میکنید، شما جواب میدید، و شعارهایی که تنها با جواب کینگ رضا پهلوی جواب میدید. الان شعارهای کینگ رضا پهلوی رو با هم یک کوچولو تمرین میکنیم. پس آنچه که من میگم شما جواب میدید با کینگ رضا پهلوی. بریم. Voice of Liberty. میگن صدای آزادی، همه میگن کینگ رضا پهلوی. Voice of Liberty. Regime change for Iran. عوض شدن رژیم در ایران. Regime change for Iran. Freedom for Iran. Freedom for Iran. و اما یک تکه دیگه از برنامه به این صورت هستش که شما هر آنچه که مارش همراه با شما پرفورم میکنن و روی سازهاشون میزنن، شما تکرار میکنید. هر آنچه که لیدر میگه همون رو شما بله، همونطور که میبینید آماده دارن میشن برای حرکت. موزیک هم که زده میشه دوستان. بدانید ملت ایران، هموطنانتون در همه جای دنیا صدای شما هستن. صدای شما در نروژ، در دانمارک، در سوئد، در آلمان، در فرانسه و در تمام کشورهای جهان. اینجا دوستانی هستن که برگزار کننده هستن، حالا بعدا باشون صحبت می‌کنیم. مارش میره انگلیس ما دیگه نمیخواد دوبار بزنید، فقط بطریاتون رو به هم میزنید تا مارش تمام بشه. خب این توضیحات اولیه است تا آماده بشن و حرکت کنن. الان میبینیم که این تاج در جلوی برنامه حرکت میکنه و این پرچم زیبا هم در جلو هستش، پرچم شیر و خورشید برای انقلاب شیر و خورشید ملت ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی. Are you ready for Iran? Javid! Javid! Hayat! Our leader, our choice! Our leader, our choice! Our leader, our choice! Our leader, our choice! خب عزیزان میبینید که جمعیت هم بیشتر و بیشتر شده. برای نروژ بسیار عالی هست. درود به شرف این هموطنانی که هنوز هستن. این پرچم 30 متری هم که میبینید همیشه با این عزیزان هست و این یکی از به هر حال حرکت‌های ماست. اولی من پرچم بزرگ رو خدمتتون نشون بدم و بادی که هست. جای همه شما هموطنان داخل ایران خالی. گفتیم شما در خونه باشین، ما کار رو این قسمت انجام میدیم و بعد در قسمت آخر به فرمان شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب شیر و خورشید ملت ایران میایم و کار آخر رو انجام میدیم. فعلا ببینید این تعداد اینا از این بزرگلایی که میان شبا بیرون میگن هیدر بیشتره وقتی همه دنیا رو در نظر، همه اروپا رو، همه آمریکا رو ببینید. پس بنابراین اینا هیچی نیستن، اصلا ازشون نترسین، فقط تو خونه ها بمونین، نذارین شما رو مایوس کنن. انقلاب شیر و خورشید ادامه داره عزیزان. این صدای شماست در اسلو. Change in Iran! Regime change in Iran! یعنی عوض شدن رژیم در ایران. Regime change in Iran! Regime change in Iran! Turn Iran! Turn Iran! دوستان انتظامات هم خیلی قشنگ دارن برنامه رو مواظبت کنن. ببینید قدرت شیشه زدن این بسیار مهمه. این حرکت بسیار تاثیرگذار است برای کسایی که نگاه میکنن.
بله ما الان داریم حرکت میکنیم به سمت یونستورگه و بعد از اونجا برنامه رو ادامه میدیم. ما همینطور میریم که فقط بدونید عزیزان وقتی میگیم که این عزگلا میان تو خیابون میگن هیدر هیدر، جمعیتشون در کل اروپا به 1/10 اینا هم نمیرسه. بنابراین اصلا نترسید، انقلاب ادامه داره و ما داریم حرکتون پی میبریم. امروز در اسلو، در نمیدونم فرانسه، در آلمان، شهرهای مختلف آلمان، در انگلیس هر شنبه و شنبه برنامه هست، به اضافه روزایی که در وسط هفته است. میریم نگاه میکنیم تظاهرات رو و با دوستان میریم. هر چند دقیقه یه بارم یکی از عزیزان به انگلیسی توضیح میده که اینترنت قطع، زندانیان ما تحت خطر هستن و اونا کشته میشن. میگه ما صدای اوناییم و ما به آزادی ایران اعتقاد داریم. Millions of Iranians inside and outside of Iran called one name and one name only. میگه فقط یک اسم هست و اونم شاهزاده رضا پهلوی هست. میگن فقط مردم ایران شاهزاده رضا پهلوی رو قبول. And together, united, we will take Iran back. میگه ما با هم ملت ایران در داخل و خارج ایران رو پس میگیریم. همین برنامه ما که اسمش ایران رو پس میگیریم. این برنامه امروز از طرف شبکه ایرانیان نروژ هست که واقعا هم خیلی خوب برنامه تا اینجا انجام دادن. میبینید که هنوز سفارت جمهوری کثیف اسلامی رو ببندید. Shut down Iranian embassy! Shut down Iranian سفارت کثافت جمهوری اسلامی رو ببندید. با لگد بیرون کنید این تروریست ها. اینا دیپلمات نیستن، این کثافت ها. بزنین با لگد مادر قبا رو بنزین بیرون. میگه دولت نروژ از دولت جمهوری اسلامی طرفداری نکنید، حمایتشون نکنید. میبینید یه مقدار خبرنگارم از جاهای مختلف اومدن با فیلم میگیرن ولی هیچ وقت تو تلویزیون پخش نمیشه متاسفانه. Norwegian government, stop supporting Mullah. بله میگه ملا باید بره، ملا باید بره. این حرکت برای شماست ملت ایران. عزیزان در خانه بمانید. هموطنان شما در نروژ، در دانمارک، در سوئد، در آلمان صدای شما هستند، صدای ملت ایران. ارزشی‌ها باید خفه شن. ما داریم ادامه میدیم این حرکت برای شما. ما ادامه میدیم. بله تروریست های سفارتخونه های جمهوری اسلامی بیرون کنید. دولت کثیف نروژ حمایت نکنید از جمهوری اسلامی. همین دولت نروژ اجازه داد که اینا تونلای اون شهرهای موشکی رو بسازن. بعداً باید همه جواب پس بدن. ملت ایران ما خیابونا رو ترک نمی کنیم. ما در خیابونا هستیم، صدای شما هستیم. این هموطنان الان 19 هفته است دارن هر هفته میان از شهرهای مختلف با نیرو، با قدرت. میبینید در سنهای مختلف ما صدای شما هستیم در نروژ، در همه جای دنیا. ارزشی‌ها که میان میگن هیدر هیدر هیچی نیستن در برابر این مردم. ما صدای شما هستیم در نروژ.
میبینید جمعیت رو برای نروژ عالیه. امروز در تمام کشورها برنامه است. بله اینجا میگن ملا باید بره، ملا باید بره، ایران رو باید پس بگیریم، باید ملا بره. ملا نمیتونه با بودن این همه وطن پرست بمونه. همونطور که شاهزاده رضا پهلوی گفتن بین ما و دولت کثیف باقی مانده دولت کثیف اسلامی یک دریای خونه و ما ایران رو پس میگیریم. هموطنان ما صدای شما هستیم. این اصلا ما الکلیات که گفتن پول میگیره اینجا تو نروژ و مشروب میخوره میره، این همه سیستم اینجاست دیگه. این حرکت ادامه داره و داریم میریم به سمت میدان کارگر. این صدای ملا باید بره در همه کشورهای دنیا هست. ملا باید بره، ملا باید بره. عکس شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب شیر و خورشید ایران در دست عزیزان هست. بادم که ولمون نمیکنه، ولی خب ما هستیم. اینجا اسلو نروژ، صدای هموطنان ایران. شما تو خونه بمونید، ما کار رو انجام میدیم در همه جای جهان. این عزیزان برای شما اومدن اینجا، از سر تا سر نروژ میان در اسلو هر هفته برای تظاهرات. بعضیا 1 ساعت، بعضیا 2 ساعت رانندگی میکنن تا بیان اینجا. خیلی هم مثل من کارشون رو از دست دادن بخاطر اینقدر اومدین تظاهرات. ولی خب ما برای شما هر کاری میکنیم. داریم میریم به سمت میدان کارگر. با اجازهتون بارون هم مثل که داره شروع میشه. اینجا تو نروژ هم از این چیزا زیاده، هم آفتاب هم بارون، شاید یه ذره زودتر برف هم بیاد. این عالیه. ایران بله، ملا نه، و ملا تروریست باید بره. اینا تروریست هم باید برن. میگه ما ملا دیگه برای ما اصلا هیچ ارزشی نداره و نروژ هم باید با ما همراه بشه. میگه این توقف اینترنت رو متوقف کنید. 60 روز هموطنان تو ایران اینترنت ندارن و این صدای هموطنانتون در همه جای دنیاست. صدای شما عزیزان در سر تا سر ایران. خیالتون راحت باشه. هر یک ارزشی 100 تا هموطنتون در خارج اومدن بیرون. هیدر میکنیم ما در قوا. ها ببینید چیه ملت ایران، نگاه کنید در همه جای دنیا برای شما اومدن دارن صحبت میکنن. یک به یک هم میایم سراغتون. هیدریا اینا هر کدومشون یه شیرن. کینگ رضا پهلوی فریاد زده میشه. عزیزان اسلو درود بر شما. صدای این عزیزان 19 هفته است که همین صدا هست. ای قوی تر هم میشه. البته نروژی هم همه در اینقدر دیدن که الان اکثرا فهمیدن، ولی بقیه هم میگیم. جاوید شاه پاینده ایران. البته خب چون یه مقدار هوا سرده و باد هم میاد یه ذره استراحت میکنن و بعد حرکت میکنن. شما 2 بار میزنید روی بطری و بعد بگید سیف نام طرفی که من گفتم. درسته؟ به هر حال هموطنان عزیز هم که گفتیم این عزیزان 19 هفته است که دارن میان و صدای شما هستن در سر تا سر جهان. این حرکت
شیشه دوباره الان داره شروع میشه و بسیار زیبا هست این حرکت. دست چپ کنار بدن. یعقوب کریمی پور اسم زندانیان سیاسی گفته میشه اینجا. سیف میگه نجات بدین یعقوب رو. سیف یعقوب کریمی پور. ببینید خانواده های زندانیان سیاسی صدای فرزندان شما هستن در اسلو در نروژ. اینم یه هواپیمای اسرائیلی شروع کرد اینجا که بیاد سراغتون ارزشیا. میگه دیانا طاهرآبادی رو نجات بدید. یکی یکی زندانیان میگن اسمشون. مطمئن باشید ما صدای زندانیان هم هستیم در همه جای جهان. دیانا طاهرآبادی. سیف احسان حسین پور. 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 بچه همون یه دونه تارموشون سفید نشده هنوز. بلندتر. صدای زندانیان سیاسی هستن برای شما هموطن. سیف بنیامین نقدی. 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 سیف وحید خدمی خواه. سیف وحید. سیف وحید خدمی خواه. وحید. سیف وحید خدمی خواه. سیف وحید قدری خواه. سیف رضا بازدان. 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 سیف مسعود عبدی. 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 سیف بیتا همتی. 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 سیف محمد رضا مجیدی. 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 سیف فرزاد مرادی. 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 صدای زندانیان سیاسی هستن هم براتون در نروژ و میبینید که چجوری صدای شما هستن در همه جای جهان. هیچ چیزی نخوابیده. مسیح عباسخانی. سیف 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 مسیح عباسخانی. ممنون. خب در این قسمت گفتم یه جایی استراحت میشتن و بعد میرن دوباره جلو و در اینجا
اسم زندانیان سیاسی رو گفتم و الان حرکت ادامه پیدا میکنه تا به سمت میدان کارگر. همونطور که خدمتتون گفتم روزهای شنبه و یک شنبه معمولا در اکثر نقاط کشورهای اروپایی، امریکا، نیوزلند، استرالیا، همه جا مردم صدای شما هستن. نگران 4 تا ارزش نباشید که تو شهرها میان ار میکنن. اینجا هموطنان شما فریاد میزنن، صدای شما هستن، اسم بچه‌های شما رو میگن و نمیذارن فراموش بشه این انقلاب شیر و خورشید ملت ایران. میگن تروریست های دیپلمات نما رو بیرون کنید. سفارت آمریکا، سفارت جمهوری اسلامی رو ببندید. با لغت تروریست های جمهوری اسلامی بنزین بیرون. میگن دولت نروژ متوقف کنید این حمایت از جمهوری اسلامی رو. عزیزان همینطور که میبینید اینجا تاج هستش که در جلو داره میره با یکی از یاران عزیزمون بانو همیرا که واقعا تمام این حرکت ها رو انجام میده، البته با گروهی که این وسایل رو آماده میکنن. درود به شرفشون. این حرکت بسیار تاثیرگذار. میبینیم مردم همه نگاه میکنن، مخصوصا به خاطر اینکه به انگلیسی و نروژی گفته میشه بیشتر شعارا و اینجا اظهار حمایت میکنن، هم نروژیا هم بقیه، یعنی دولت نروژی که فقط حمایت میکنه از جمهوری اسلامی، وگرنه مردم عادی اگر بفهمن چه خبره با ملت ایران هستن. بارون هم با اجازهتون شروع شد، گفتم الان یه رو دیگه برف هم میاد. این تاج سلطنتی هست. بله گفتم برف شد، تگرگه الان.